سلام، من آرمی خانم و امروز میخوام یک کیک خیلی خوشمزه رو با هم درست کنیم. خب مواد لازم: تخم مرغ، 2 عدد تخم مرغ. این لیوانا که میبینین به اندازه 2 لیوان معمولی هن. یعنی 2 لیوان شیر که میشه یه دونه از اینا، 2 لیوان شکر، 1 فنجان روغن، 3 پیمانه آرد. یه نکته هم داره که اگه ببینیم که خمیرمون شله باید آرد رو اضافه کنیم، یا اگه ببینیم که سفته خب تیکه تیکه می‌ریزیم که اگه دیدیم سفت شد کم باشه. یه ذره من پودر قهوه استفاده کردم، شما میتونین از پودر کاکائو هم استفاده کنین برای هم طعم قهوه بیاد و اینا. پودر وانیل برای بوی زخم تخم مرغ نگیره. بیکینگ پودر برای یه قاشق غذاخوری بیکینگ پودر، یه قاشق چایخوری هم وانیله. بیکینگ پودر رو برای می‌ریزیم که کیکمون پف کنه. خب میخوام از تخم مرغ باید شروع کنیم. مرحله اول تخم مرغ رو میشکنیم. حالا باید بهش وانیل اضافه وانیلمون رو باید اینجا اضافه کنیم. حالا باید هم بزنیم. خب حالا که تخم مرغ و وانیلمون به این شکل در اومد، میایم ما شیرمون رو میریزیم و بعد یه فنجان روغنمون رو، همینطور هم شکر. خب حالا بازم باید هم بزنیم، یکم دیگه هم بزنیم. خب موادمون رو هم زدیم و به این شکل در اومد. حالا میخوایم پودر قهوه یا حالا یه زعفرونی اینای دیگه رو اضافه میکنیم. حالا بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم. اینجا یه نکته خیلی مهم داره که باید فقط از یه طرف هم بخوره. اگر از یه طرف هم نخوره، یعنی یه دونه اینوری یه دونه اونوری بزنیم، کیکمون پفش میخواد و اصلا خوب نمیشه. حالا آردم اضافه میکنیم. این خیلی نکته مهمی بود که باید آردمون رو گفتیم برای اینکه خمیرمون اگه شور شد یا اگه سفت شد چند مرحله اضافه میکنیم. خب باز هم میزنیم. بعد یه نکته دیگه هم هست، وقتی که داریم به یه طرف هم میزنیم باید آروم هم بزنیم. خب حالا که آردمون رو هم زدیم و موادمون رو هم زدیم و به این شکل در اومد، 1/3 رو میریزیم داخل این ظرف که 3 تا از این ظرفا نیاز داریم. یعنی این آرد رو، این مواد رو تقسیم بر 3 میکنیم و توی هر ظرف میریزیم. آره، برای اینکه نچسبه زیرش و کیکمون خوب در بیاد و زیرش هم نسوزه، یکم روغن میمالیم کفش، یه ذره آرد میپاچیم روش. این یه ترفنده برای اینکه نسوزه زیر کیکمون، همه جاش بپزه. این کاری که کردیم، اون وقت مایه کیک رو میریزیم و کیکمون رو میزنیم توی فری که از قبل آماده شده و نیم ساعت فکر کنم کافی باشه. برای اینکه بفهمیم چه جوری پخته و چه الان خوبه مثلا درش بیاریم، یه چنگال نیاز داریم. چنگال رو میزنیم توی کیکی که حالا یه ذره ازش گذشته، ببینیم اگه چسبید به چنگالمون، یعنی اون کیک هنوز باید جا داره واسه پختن و باید بیشتر بپزه. اما اگه نچسبید، کیکمون رو در میاریم و حالا تزیینش میکنیم. بعد یه نکته دیگه، بعد فرمون 180 درجه سانتیگراد باشه و از قبلم باید حتما گرم باشه. خب ما کیکمون رو تزیین کردیم و ببینیم که چقدر خوشگل شده. امیدوارم که دوست داشته باشین، شما هم درست کنین و از طعمش لذت ببرین. تا دیدار بعد، فعلا خدا نگهدار.